سلام عرض میکنم خدمت دوستانی که این فیلم رو میبینن و در این پست دارن ما رو مشاهده میکنن. با یه محصول کاربردی دیگه در سایز کوچک در خدمتون هستیم که جعبه جواهر و جای اکسسوری سایز کوچیکمون هستش و خب از اون مدلی که طرح مخمل بود و رویش مخمل بود یک مقداری بزرگتره. ابعاد این کار 16 در 5.5 هستش تقریبا و داخل کار هم بریم با هم ببینیم که چقدر خوب و کاربردی ساخته شده و چقدر هم با کیفیت هستش این کار. داخل کار به این شکل میبینید چقدر جای گوشواره میخی داره براتون و موردی که هستش مثل جعبه جواهرهای معمولی توی بازار نیست که از فضای پشتیش استفاده نکنه و توی فضای پشتی که به صورت مخفی هستش شما یه فضای خیلی خوب دارین برای گردنبندها، پابندها، دستبندها و چیزهای مختلفی که در این فضا میتونید قرار بدین. میتونید دستبنداتون این پشت داخل این قسمت قرار بدین و این رو حالا ببندین که به عنوان نگهدارنده عمل بکنه. تو این قسمت کلی جای انگشتر داره. این تقسیم بندی رو داره که میتونید شما باز این تقسیم بندی رو در بیارین و به خاطر عمقی که کار داره میتونید دستبند یا ساعتاتون اینجا قرار بدین. این کار به نظرم یکی از کاربردی ترین جعبه جواهراتمون هستش و که دارای رنگ بندی خیلی قشنگی هست. رنگ سفید، رنگ مشکی، رنگ صورتی، رنگ سبز و رنگ یاسیش که ما حالا داخل پست و در عکس هایی که قرار دادیم رنگ بندیشون رو کامل و دقیق قرار دادیم. این کار رو من به کسایی که حالا یه فضای خیلی بهتری میخوان برای اینکه بتونن حالا به راحتی هم جعبهشون رو حمل بکنن پیشنهاد میکنم. قیمت کار هم نسبت به جعبه جواهرات دیگه‌مون بالا نیست و فوق العاده مناسبه و امیدوارم که از این پست خوشتون اومده باشه و ما رو مثل همیشه به دوستای خودتون رو هم معرفی بکنین. اگر که از کانال آپارات میاین به ما حتما پیام بدین برای دریافت کد تخفیف و اینکه راه ارتباطیمون هم مثل همیشه شماره تماسمون و همچنین از همه مهمتر چت آنلاین سایت هستش که از اونجا زودتر به جواب میرسین. ادمینامون 24 ساعته در خدمتتون هستن. امیدوارم از این پست راضی باشین و تونسته باشم این محصول رو به درستی بهتون معرفی کرده باشم. دوستان عزیز دقت داشته باشین که جعبه جواهر ما فقط این مدل رو نداریم و نزدیک 15 مدل مختلف توی سایت قرار داده شده که میتونید حالا سایز بندی های مختلف هستن، رنگ بندی های مختلف بسته به اون نیازی که دارین ببینین و انتخاب بکنین. ممنونیم که همراهمون بودین. فعلا خدا نگهدار.